گپ در نیست بهتر میشه که خودت برای کل ما تکلیف تشکر. همکار دیگر ما گزارش تحقیقی داشتن احمد صهیب حسرت، خبرنگار آژانس خبری پژواک، در زمینه بررسی ادعای حکومت مبنی بر اینکه اجماع منطقه‌ای صلح در افغانستان وجود دارد یا نه. بفرمایید. همکار دیگر ما که در بین 10 بهترین حضور داشتند خبرنگار برتر خانم بهشته عزیز، خبرنگار خبرگزاری بانوان افغانستان که یک گزارش تحقیقی داشتند در مورد آزمایش به کارت خانمان در هرات. کسی به نمایندگی از خانم بهشته عزیز اینجا حضور دارند؟ خودتان بگیرین. صحیح. خبرنگار دیگر ما که جز 10 خبرنگار برتر سال شدند محترم ذبیح‌الله قاضی، خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا که گزارش داشتند در مورد پدری که 3 فرزند خود در جنگ از دست داده و هنوز هم عشق به وطن داره برای فرزندانش و برای آزادی وطن و برای حفظ و مسئولیت و نگهداشت امنیت مردم. این گزارش تهیه شده. میشه که مستقیم استاد شوید. قاضی صاحب سال پار هم جز 10 گزارشگر برتر سال انتخاب شده بودند. برایشان تبریک میگم. همکار دیگر ما آقای اسمت الله سروش، خبرنگار روزنامه اطلاعات روز که گزارش تحقیقی داشتن در مورد سهمیه بندی امتحان کنکور که بسیار گزارش تاثیرگذار بود. تبریک میگیم به آقای سروش. مبارک. گزارش دیگر که جز در گزارش برتر انتخاب شده گزارشی است از سمیع الرحمن رحمانی، خبرنگار تلویزیون شمشاد که گزارشی است در مورد یک افسر جوان که با وجود بیماری که طفلش در بستر بیماری بوده باز هم این افسر جوان حاضر است که به جبهه جنگ بره برای حفظ و امنیت مردم. مبارک باشه. گزارش نهمین گزارش که جایزه برتر گرفتن، نهمین البته کم بیشتر است، هدایت الله زیارمل، خبرنگار سلام تایمز از ولایت کندوز یا کندوز بگیم که گزارشی داشتن در مورد قربانیان جنگ. به نمایندگی از آقای زیارمل همکارشون. همکار دیگر ما آقای علی شیر شهیر، خبرنگار روزنامه صبح کابل، جز 10 خبرنگار برتر سال هستند که یک گزارش تحقیقی داشتن در مورد آلودگی هوای کابل که ما ممنون قدرانشان هستیم. امسال کم بوده تاثیر گزارش شما بوده. برفم که نظر بی خاطر پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره